خوردنی ها و نوشیدنی ها. اصل در خوردنی ها و نوشیدنی ها همه حلال است. دلیل بر این قول الله تعالی که فرمود ای مردم از آنچه در روی زمین حلال و پاکیزه است بخورید. سوره بقره آیه 168. مگر آن چیزهایی که به حرام بودن آن دلیل آمده باشد، به مثل خودمرده، خون، گوشت خوک و خمر و به مثل اینها. و اینچنین تناول بعضی چیزها در شریعت حرام است. یکم همه آن چیزی که ضرر به انسان است و ثابت شده است به ضرر بودن آن. دلیل بر این قول الله تعالی است که فرمود و نفس خود را مکشید. سوره نساء آیه 29. دوم، خوردن و نوشیدنی های نجس. دلیل بر این قول الله تعالی است که فرمود و به آنها ناپاکیزه ها را حرام میکند. سوره اعراف آیه 157. سوم، مواد مخدر و همه نوعهای آن را حرام میکند. دلیل بر این قول پیامبر صلی الله علیه و سلم است که فرمودند هر چیز مست کننده خمر است و هر خمر حرام است. حدیث با روایت امام مسلم. و کارهای حرامی که در این زمانه پهن شده است که باید هر شخص از آن برحذر باشد و از آن دوری جوید. از جمله آن کارهای حرام کشیدن سیگار. سیگار برای آن حرام است که از چیزهای خبیث است و هم این ضرر به جسم انسان است که انسان را به هلاکت میرساند. البته ضرر آور بودن آن در طب معاصر ثابت شده است. اینچنین نوشیدن دواهای ضرر آور مگر در حالت حاجت داشتن به آن و هم استعمال آن با توصیه طبیب متخصص همان ساحه باشد.